سلام دوستان عزیز، امیدوار هستم همه شما خوب و سلامت باشین. در این ویدیو من ارتباط به یک موضوع خیلی جالب بازاریابی به نام BCG Matrix صحبت میکنم. دوستان عزیز، BCG Matrix به معنای بوستون کانسالتینگ گروپس است، گروه مشاوران بوستون که دوستان عزیز این ماتریکس کمک میکند به شرکت ها در مورد مسئولیتشان تصمیم گیری داشته باشند. این ماتریکس دوستان عزیز به 4 دسته تقسیم می شود بر اساس 2 عامل. یکی بر اساس نرخ رشد بازار است، دوم بر اساس سهم بازار است که کمپانی ها بتونن در مورد محصولاتشان تصمیم خوب بگیرن که بالای کدام محصول سرمایه گذاری بکنن و بالای کدام محصول سرمایه گذاری نکنن. خب دوستان عزیز، وقتی که گروث ریت ما یا نرخ رشد بازار بالا باشه و سهم بازار هم بالا باشه، وقتی که تقاضای محصول در بازار بالا باشه و از طرف دیگه فروش محصول ما در بازار هم بالا باشه، این مرحله را به نام استارت یاد میکنه، به نام ستاره ها یاد میکنه. دوستان عزیز، در این حالت، در این بخش، در این مرحله کمپانی ها از استراتژی استفاده میکنن که از استراتژی سرمایه گذاری استفاده میکنن تا بیشتر و بیشتر این را رشد بدهن، بیشتر بالای محصول خود سرمایه گذاری میکنن، بیشتر بالای بازاریابی، بیشتر بالای انوویشن نوآوری سرمایه گذاری میکنن تا بتونن بیشتر این محصول دوستان عزیز در بازار رشد بدن و جایگاه خود دیگه هم در بازار بلند ببرن. مانند محصول کمپانی اپل که آیفون است دوستان عزیز، بالای مارکتینگ، بالای انوویشن، بالای فیچرهای مثبتش سرمایه گذاری میکنن تا بتونن بیشتر آیفون در بازار آیفون آی کچینگ در بازار داشته باشن. خب مرحله دوم دوستان عزیز، وقتی که گروث ریت ما پایین باشه، نرخ رشد بازار پایین باشه و از طرف دیگر سهم بازار بالا باشه، یعنی تقاضای محصول ما پایین هست و فروش محصول ما بالاست، این را به نام کش کاوز یاد میکنه، گوهای شیری از دوستان عزیز. این مرحله است که فروش محصول ما در بازار بالاست اما از طرف دیگر تقاضای محصول ما پایین هست یا نرخ رشد محصول ما در بازار پایین هست. دوستان عزیز، در اینجا شرکت ها استراتژی که استفاده میکنن استراتژی حفظ است و استخراج سودآوری هست. کوشش میکنن که این مرحله را حفظ بکنن به خاطر اینکه این مرحله پردرآمدترین مرحله سودآوری برای کمپانی هاست. دوستان عزیز، مرحله سوم وقتی که مارکت شیر یا سهم بازار پایین باشه، فروشات محصول پایین باشه و از طرف دیگر نرخ رشد بازار بالا باشه، یعنی تقاضای محصول بالا باشه، این را به نام کوشن مارک یاد میکنه. دوستان عزیز، یعنی علامت سوالی است. این حالتی است که محصول ما فایده بیشتر به کمپانی ایجاد نمیکنه اما تقاضا در بازار وجود داره، مانند محصول اسمارت واچ اپل دوستان عزیز که تقاضا در بازار بیشتر است اما به دلیل رقابت بالا که سامسونگ است یا بعضی کمپانی دیگه است آنقدر سودآوری به کمپانی ایجاد نمیکنه. این میتونه دوستان عزیز اگر شرکت ها بالای این سرمایه گذاری بکنن میتونه تبدیل به استارز شود، اگر نکنن به احتمال زیاد که تبدیل به دارک شود که مرحله آخر است. خب دوستان عزیز، مرحله آخر داکس است که در اینجا هر دویش پایین هست. نرخ رشد بازار پایین هست و از طرف دیگر سهم بازار هم پایین است، تقاضای محصول هم پایین هست و فروش محصول همچنان پایین هست. این را به نام داکس یاد میکنه. این مرحله است که دوستان یک مرحله منفی است. در اینجا یقینا که اگر از استراتژی های متنوع کمپانی استفاده نکند به احتمال زیاد که کمپانی ها به طرف ورشکست برن. یا دوستان عزیز در اینجا استراتژی را تغییر میتن شرکت ها و یا هم محصول خود به کمپانی دیگه به فروش میرسانن. ببینید مثال محصول
کمپانی اپل که آیپد دوستان عزیز که یک زمان بسیار مشهور بود، فروش بسیار بالا داشت، اما به دلیل یا ورود موبایل های هوشمند در بازار موقعیت خود از دست داد دوستان عزیز. یعنی او فروشی که قبلا داشت فعلا ندارد، در حالت یک مرحله داکس قرار دارد.